روز بخیر بیننده گرامی، سرخط خبرها. امامعلی رحمان از خطر گرسنگی گفت. مرحله دوم بازگرداندن زنان و کودکان تاجیک از سوریه آغاز شده است. طالبان گدایان را زندانی می‌کنند. مقامات تاجیک میگویند مرحله دوم پس گرداندن همسران و کودکان جنگجویان داعش را از سوریه آغاز کردند. یک منبع از حکومت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت مرحله دوم آوردن زنان و کودکان را از اردوگاه الحول آغاز کردند و شاید این کار از 4 تا 6 ماه طول بکشد. روز 25 ایولی امسال 146 زن و کودک از پناهگاه الحول سوریه به تاجیکستان آورده شد. در این پناهگاه هنوز بیش از 400 زن و کودک تاجیک نگهداری می شوند. زنان تاجیک همراه شوهرانشان به داعش پیوسته بودند. حالا رزمندگان کرد در اردوگاه الحول عملیاتی را برای پاکسازی آن از گماشتگان داعش ادامه می‌دهند، چون به قول کردها قتل و کشتار در اردوگاه زیاد شده است. در این باره گزارش داریم که در برنامه اخبار آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه و ساعت 2 به وقت مسکو تقدیم می‌کنیم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام عیدانه به مناسبت 31مین سالگرد استقلال کشور از مردم خواسته است در تأمین امنیت غذایی به قول او فعالانه سهم گذارند. در این پیام در روز 8 سپتامبر او اوضاع جهان را پیچیده و ناآرام نامید و ظاهراً با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین از بازگشت جنگ سرد سخن گفت. وضع نابسامان اقتصاد جهانی، نارسایی شدید آذوقه‌واری، بلند گردیدن نرخ محصولات غذایی در سرتاسر سیاره و آغاز دیگرباره جنگ سرد ما را وادار می‌نماید که در تطبیق هدف‌های استراتژی ملی پیش از همه حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت هرچه بیشتر و فعالانه سهم گذاریم. بعد آغاز جنگ بدلیل روسیه در اوکراین قیمت محصولات غذایی در تاجیکستان بسیار بالا رفت، زیرا کشور خود را با گندم و آرد کافی تامین کردن نمیتواند. مردم نیز حکومت را در ناتوانی برای کمک در روزهای مشکل تنقید میکنند. در تاجیکستان روز 9 سپتامبر 31مین سالگرد استقلال کشور تجلیل می شود و گزارشی را در این باره در برنامه خبری تا 3 ساعت دیگر تقدیم میکنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید نیروهای کشور از چند محله را در ولایت جنوب و شرق خارکوف از دست نیروهای روسیه بازپس گرفتند. او شب 7 سپتامبر در سخنرانی ویدیویی خود گفت این هفته ما از ولایت خارکوف خبرهای خوب داریم. ولادیمیر زلنسکی افزود حالا زمان نام بردن محلهای آزاد شده نیست. گزارشات درباره پیشروی نیروهای اوکراین در ولایت خارکوف چند روز باز با ویدیو و عکس‌های سربازان اوکراینی در چند روستا چرخ می‌زد، ولی مقامات اوکراین تاکنون آنها را تصدیق نکرده بودند. عین زمان رئیس حزب حاکم روسیه گفت در منطقه‌های اشغال شده اوکراین روز 4 نوامبر رایپرسی درباره بر روسیه همراه شدن این منطقه‌ها صورت می‌گیرد. مقامات قلمروهای اشغالی قبلا گفته بودند که شاید رایپرسی روز 11 سپتامبر صورت بگیرد. طالبان گفتند افرادی که پس از هشدار تکرارا در خیابان‌های کابل گدایی می‌کنند زندانی خواهند شد. حکومت طالبان اعلام کرده است که گداها را در خیابان‌های کابل بازداشت و نامنویس کردند و با آنها هشدار دادند که گدایی را بس کنند. ساکنان کابل گفتند که به دلیل فقر و بیکاری شمار طلبنده‌ها در افغانستان بیشتر شده است، ولی طالبان به جای حل مشکل اقتصادی گدایان را سرکوب می‌کنند. حکومت طالبان را با گذشت 1 سال از بازگشتشان به قدرت هیچ کشور اعتراف نکرده است. در 1 سال حکومت این گروه فقر و بیکاری در افغانستان بیشتر شده است. در ساحل رود 5 در مرز افغانستان با تاجیکستان صدها نفر مشغول زرشویی هستند.
طالبان هم به مردم که اکثرا کمیزات هستند اجازه دادند که زر پیدا کنند و زندگیشان را پیش برند. حکومت تاجیکستان هم گفته بود که به ساکنان اجازه می‌دهد که در ساحل رود 5 که تاجیکستان و افغانستان را از هم جدا می‌کند به زرشویی مشغول شوند، ولی هنوز این اجازه نشده است. مشکل در چیست؟ در گزارشی مفصل در برنامه اخبار آزادی پس از 3 ساعت دیگر تماشا کنید. و حالا نگاه به قرب اسعار در تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان برای 8 سپتامبر قرب 1000 روبل روسی را 164 سامانی، $1 آمریکایی را 10 سامانی و 24 درم و 1 یورو را 10 سامانی و 16 درم مقرر کرده است. قرب اسعار در بانک‌های تجارتی می‌تواند فرق داشته باشد. با همین برنامه ما به پایان رسید. با خبرهای نو و آخرین در برنامه اخبار آزادی ساعت 2 به وقت مسکو و ساعت 4 به وقت دوشنبه به خدمت شما برمیگردیم.